فکر نمی کردم که با یه بیماری بسیار نادر فلج بشم گاهی. به خاطر یه اتفاقی که دست من نیست من دیگه قوی نیستم اونقدر که مبارزه کنم. این خیلی سخت بود، وحشتناک بود. یعنی من فکر کردم یک جمله حرف اگر بزنم و فردا بگم 8 صبح یا فلانجا که نمیتونم برم. مگه میفهمن اگه من اینو توضیح بدم که من نمیتونم برم؟ و این یه چیز خارج از توان روحی منه. این خیلی بهم فشار می‌آورد. یه واکنش خودایمنی در من فعال شده که خاموش نمیشه و این یه واکنش دارویی مهلکه که با این شروع میشه که تمام پوست بدنت رو یک بار از بین میره کامل، از سر تا کف پا. و من صبر کردم تا فهمیدم چهرم برمیگرده. این خیلی سخت بود. من نمیدونستم شبیه خودم میشم یا نه. اصلا بحث زیبایی نیستا، همون چهره دست رو شسته صبحم رو میگم. وقتی که خودم رو تو آینه نمیشناختم و نمیدونستم که روزی خواهم شناخت، خیلی سخت، خیلی وحشت و مخفی شدم نزدیک 1 سال. موهام در اومد، قیافم عادی شد. الان این شکلی که میبینید وضع عادی منه و برگشتم.